حالا رفتیم رفتیم حالا اون دختری مرگان کو دختری بابای مرگان همو میگن که از 13 تا شش برآمدگی 13 تا الان رو من میگیرم یا ها خلای تاخی الان وقتی 13 شکردگی شد تجربهش نگذار گرفتن نکن میره بگره دختری همو بابای مرگان بگو روزی شما فهمیدی وای هم خدمتی ما یا خیلی جنگ فاشیستی ده یا جایی خدمت کردگیم نخواد اگر روی خاطری همو هم خدمتی را نبینم نکی گپ درست چوده بود خانشون؟ پینا خانشون مرحمت شما بودم یک کلو نیدم نه این همه خانه مرگان میگن هم یرقی ما مرگان جان او مرگان جان خانه مرگانه تا مرگان هم یرقی ما السلام بابی مرگان بابی خالدار بگه که سکت نخویم السلام علیکم هم یرق خفا نشه ای بچه ما کم کم شتنق بدانم هم یرق چه خیلی نه السلام علیکم سلامتی ها خوبه یا خیلی بیا در پوش مگامبو جان در پوش بیایی این چه خیلی شید که با مرا یاد کرده نه یکی هم ترشید بیا خانم کمپیر اینو مهمانی تیار بیار شانه یک نونی گرم بیار چای تلخ بیار مربای اولیچگی بیار بشو ها بچه مای میشناسم کم کم شتنق بچه ای مایده حکیش همی خیلی بید بیار چخون بیار یا بسم بیا مگامبا جان بیا در قدماش جانم بچه ره ای نغز یا بچم از میشه آخه دیگه جد آمده تحت با انتظام دیگه جایی سوسونش دوای کار ساکن خالدار بایی جان مرگان جان لب بایی جان تاغرگا پگاب زنم که تاغرشه خب همین شف نمیکنم پری هم با شب تعلیم میگه کندو تزن بچه ما بهت همین تلای بچه شده گیده تلای بچه تراکتور داره تراکتور هر روز 5 دقیقه 6 دقیقه زمین جفت میکنه این پول و مال همه چی مال حال همه چی داریم آنها که همه دختر تا آمدگیم دختر تا ببین گفتم که یک دختر من بچه گبزن رو ببین گفتم که یک دختر داریم 13 تا شکردگی روز داریم ها کسی جلینیو ها ای تقدیرش الکو همینو که میدونی بچه میدونی که ای 13 شون برام دیگه با چون تو همین دختر گرفته نی؟ بابی جان آخه تجربه خوب داره برای تجربهش آهی راست میگم قنداش بزن آن مردک قندا تا بزن تجربه خوب من میرم میگیرم و چون خواهیم میگیرم نخواهیم این نه همین دختری ما رو میگم نگرد دختر شویم من میگیرم غرضایی هیچ کارو نمیگیرم یا هم دو پاره در یا موضوع انداخته که همین دختری شما را ما میگم بگم که مبادا که بعد دختری خمان یا ببرن در خونه شان غم بتیان ما خیلی استغفرالله بگویم من بودی خم بدون اگر خم بتون یه همین 3 وقت اوقات میتینشه یا خونو که بلوی سرش نیچک میتینشه می سری هر ماه یک کرته میکنه دو تا کرتا ای وایه چون آخه دینی نیومده نی وایه برای چی آخه؟ آخه ما همون دختر دین شو داده من گفتم بیا 3 روز بگم ای وایه انا میرگان جان لبعا یا توصیه خوب تیا که این بچه ما زخ شده که زخ شد بچه ما که یا توصیه خوب تیا علی خالدار بای جان حالا ما همین میگم که خیلی کو یه هفته پس یا بیایه یک دفعه میزایی ببین اگه دخترش شو دیدی برفت چی دیدی؟ یه هفته پس دیگه ما برای چه بیاییم آخه؟ هی خیلی یکی ایش هم گشته میارشم